من امروز اولین ویدیومو براتون گرفتم و دیگه گفتم که حالا که ویدیو که گرفتم اینقدر آدم پروداکتیو بودم چیز کنم دیگه، ساعت 6 هم هست و برم خریدی بکنم و دیگه حالا فردا هم برم سراغ استادم و کارهای بقیه و داستان. هوا رو الان میخوام بهتون نشون بدم. یعنی واقعا نمیفهمم. همسایه من داره نگاه میکنم این دختر جدیدن داره کارایی میکنه عجیبه، از ظهر دوربین جلوشه و همین دیگه برنامه منم به هم خورد و بشینم خونه. فکر نکن وای چه بادی. سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. کجای روزم و قرار کجای ولاگ اینو بذارم خیلی نمیدونم، ولی خواستم بگم که من امروز اومدم پارک مارگاریتا توی شهرمون بولونیا و همینجوری داشتم قدم میزدم و ایناها و دیدم که یه جایی گلخونه است. بعد خیلی خوشم اومد، گفتم مثلا من یه قدمی بزنم ببینم چیه با ایناها، تا اینکه رفتم داخل و دیدم که اصلا یه پروگرامی و یه فستیوال توریه با ایناها. رفتم پرسیدم و فهمیدم که اینجا یه فستیوال راجع به رقصه، ولی یه تجربه متفاوت تری از رقصه. یعنی چی؟ یعنی که ایناها یه سری ویار دارن، عینک، یعنی عینک چیه میذارن اینجا؟ حالا همین دستگاهه، عینکه نمیدونم، اینو میذاری بعد حالا داخلم بهتون نشون میدم. میذاری و بعد مدل های مختلف داره که مثلا میتونید تجربه متفاوتی داشته باشه. یعنی یه فضایی از خودم امتحان نکردم، اسممو نوشتم برای اینکه برم اون یکی که خودم فوتم اومدم امتحان کنم. 4 تا حالت داشت. یکیش آسانسور بود که داره به سمت پایین میره و مثلا مردم دارن میرقصن. دومیش یه دونه یه لاب ستوری بود مثلا، حالا اینم نمیدونم دقیقاً چیه. بعد مثلا اینکو بذاری تا مثلا متوجه بشی و اینا. سومیش توی یونیورسیتی و مثلا ستاره ها هستن و کهکشان ها و فلان جرفا و این هم راجع به رقصه. و 4میشو که من انتخاب کردم برم، آواتار میشی و بعد مثلا توی یه دایره هایی و یه فضایی بعد وایسی. بقیه اون 3 حالت دیگهش نشسته است. حالت آخرش ایستاده است و مثلا تو شیک میگه، بعد مثلا این آواتار داری و حالا میرقصی و یه سری فرم و اینا. حالا اونم خودم که اسممو نوشتم امتحان کنم براتون میذارم مثلا ویدیوشو و بقیه جاهاش هم نشون میدم بهتون. این برنامه هم فستیوال هم تا 5 جولای هست. حالا میپرسم تا سال بعدم دارن یا مثلا برنامه بعدیشون که یا اینا، اینم میپرسم تهش بهتون میگم. بریم ببینیم چه خبره. اینجا ورودیه، یعنی من فکر کردم که گلخونه است ولی خب نبود. بعد اینجا زدن که مثلا پروگرامشون رو اعلام کردن که مثلا از اول جولای تا 5 جولای و برنامه دارن دیگه و همش هم موضوعش رقصه. و اینم فضای داخلشه که این همینجا که دارین می‌بینید اینجا سکشن‌های مختلفه. اون پشت از اینجا یه فضایی هست که پشت این انگاری تیویایی که گذاشتن اونجا، اون یکم من مثلا امتحان بکنم و اینا. حالا بریم چه خبره. خب من پرسیدم، گفتن که این فستیواله هر سال توی هفته اول جولای برگزار میشه. یعنی که شما هفته اول جولای هر سال میتونید بیان اینجا و مثلا از این حالا اینا فضا استفاده کنید، این تجربه رو داشته باشید. و گفتش که هر سالم با سال بعد فرق میکنه. مثلا حالا تجربه که امسال داری مثلا این مدلش مال امساله، حالا ولی هر روزش دیگه یه شکله.
ولی سال بعد فرق میکنه. بعد یه چیز خیلی بامزه‌ای هم که گفت بعد برم اون ور دوربین اونوری کنم براتون، یه دقیقه بذارید الان. بعد گفتم که روز 4م هم دیجی میارن مثلا ساعت 9:30 اینا. بعد دیجیه چی کار میکنه؟ گفتیم یه پرفورمنس کاملا متفاوته. گفت مثلا مثلا دیجی نورمال نیست. گفت مثلا دیجی میاد بهتون یه اپ میده و توی این اپ مثلا ضربان قلبتون و ایناها رو برمی‌داره، مثلا اینو مثلا انگاری نمیدونم دیتاشو آنالیز میکنه، نمیدونم چی کار میکنه تقریبا و اینو آهنگ میکنه و شما با این مثلا حالا میرقصید و ایناها و خیلی جالب بود. حالا من اگر بتونم فکر نکن روز 4مش هم میام که ببینم چجوریه بتونم براتون ویدیو بگیرم اگر اتفاقی نیفته این وسط و همین. Lorenzo Malagnini. سلام بچه‌ها به ویدیو جدید امروز اومدیم اینجا اسپانیا پرتغاله من دستم همجور رسیده، ولی قبل از اینکه باز کنم بهتون توضیح بدم که من اصلا چه مدتی که اومدم چیز میکردم. اولاش ناخونامو لاک میزدم مثل همین که الان رو دستم. بعد تصمیم گرفتم که برم و دیدم که اصلا اینجوری نمیشه و بعد برم که ناخونامو دوباره برگردم به سابق، چون مثلا من همیشه توی ایران خب مثل هممون دیگه ناخونامون قشنگ مرتب تمیز، مثلا همه چی آرایشگاه برو بیا فلان اینجور حرفا. اینجا آرایشگاهش یه ذره گرونه، ولی مثلا ایرانی هایی هستن که کار ناخون انجام میدن و اونم خیلی خوبه، قیمتشون هم بهتره، ولی
مثلا من چون هی مثلا دوست دارم که روی ناخنم مثلا این یه طرفش من فرنچ کنم، مثلا اینجا رو یه شکل بکشم، اونجا رو یه فلان بکنم، برای همین ایناها رو هم خیلی زیاد میشه. اگر یه ناخن ساده درست کردم، مثلا توی بولونیا ما داریم مثلا 20 تا 25 6 یورو و 20 تا 30 یورو اینطوری میتونم بهتون بگم. 20 تا 30 یورو مثلا پول ناخن درست کردن، حالا مثلا بیلدر، لامینیت ایناها، حالا کاش اینا که قطعا فرق میکنه. من کاش هیچ وقت نکردم به تا حالا، همیشه لامینیت و مثلا بیلدر و ژل و ایناها، ژل کمتر. خوشحالا من تصمیم گرفتم که خودم ناخنمو درست کنم، در نتیجه از آمازون جذب کردم و از آمازون سفارش دادم. حالا خواهم باز کنیم ببینیم چه شکلیه. و هیچ تجربه هم نداشتم توی زمینه خرید و اینها. یعنی مثلا دوست خودم که توی ایران ناخن کار بود، اون مثلا توی ایران خب از روسیه خیلی میگیرم و خب خیلی مواد خوبیه، ولی من اینجا چون ایناها رو بهش دسترسی نداریم، در نتیجه همینجوری شانسی خریدم. این نوار سوهانه. توی ریویوهاش خوندم که خیلی سوهان خوبیه و همه راضی بودن و همه گفت نازنازیش کرده بودن، گفتن آره اصلا خیلی فوق العاده است و اینا. حالا باز میکنم ببینیم چه شکلیه واقعا. اینم بهتون بگم که من ایناها رو استفاده میکنم، مثلا نمیدونم چقدر، مثلا یه ماه که مثلا در حد 2 بار ناخن درست کردم اینا رو استفاده میکنم و بعدش بهتون میگم که اگه خوب بود شما بخواید، وگرنه که اصلا پولتون رو الکی هم حروم نکنید. خب این شکلیه و در حقیقت اینه که حالا از سریای مختلفی که داره. آقا حستی بگم تو بستش یه عالم از این کاغذی ها داشته، انچون نده دیدم یه عالم کاغذی داشت، اینجوری بودم که چرا الان نداره. خب دیگه هر سریش برای یه چیزی من باید زنگ بزنم به دوستم آتیجو و ازش بپرسم که دقیقا مثلا میدونم که این مثلا اینا برای مانیکوره و اینا، ولی مثلا بپرسم بقیه سریاش مثلا برای چی استفاده میشه، شاید مثلا استفاده نشه، نمیدونم. حالا میپرسم. این نمیدونم برای چی، شاید این برای مثلا لاک برداشتن باشه. اینم شارژریناشه. ببین بچه خب بامزه اینجا مثلا چیزشه لاچرم ناخونم بده اینجا کم و زیادشه و اینم چپ و راستشه. درست گفتم. این اینجوری بود. جالب. این شکل به ناخن نداره، این ضد آفتابه دیگه. همه تونم برند رو میشناسید دیگه، یعنی اصلا لازم نیست که من برند رو معرفی کنم. ولی این خیلی خوبیش این بودش که دوتایی بود و قیمتش خیلی مناسب تر از یکیش، حتی خیلی مناسب تر، فکر کنم 4-5 یورو تفاوت داشت، ولی خب بازم اوکی به نظر من و دوتا هم هست، ولی خب اندازش و اینا هیچ فرقی نمیکنه. یا بافتار شدم بالاخره. این که برای پا یه میدونید دیگه، من چی بهتون بگم، یه همه چیزایی که میدونید رو داره بچه ها. حالا اگر مثلا خودتون هم میخواین بخرین و میدونید یه اونه چشمه ناخنگیر کوچولی که خیلی مهم نیست، از اینا و ساهن دستی و این که مثلا چیزا رو میده عقب و بعد اینم که واسه پا هیچی. نه اینم که فورمر بهش میگن، امیدوارم بعد این ویدیو آتی نگه این چه اسمه چه بودتی بود گفتی بعد میگم فورمر. این واسه چیزشه، یوویشه. راستی این پکی که من گرفتم من بگم 20 تا رنگ داره، حالا الان واقعا میشونم ببینم 20 تاست و اون خرت و پرت کوچولوش به اضافه یووی. نزین با پشت. اینم اون روغن از کوتیکوله، چی بهش میگم که میزنی. آره
نه کوتیکول نه. effective penetration and protection for اون یه دونه روغنی هستش که بعدش مثلا میزنن دور ناخون، اینونه. خب رنگاش قرمز، اندازش هم ببینید درست داریم میبینید که چقدر مثلا بتون یه بند انگشته. 600 تا آبی، این سبز. بچه اینا اینجوری نیستا، من چون نمیتونم درشون بیارم الان به این وضعیت افتادم. صورتی، وای چقدر صورتش خوش رنگه، واو خیلی دوست دارم صورتی. کی دوست نداره؟ مشکی. اینا صورتی ها. آها شماره داره. B5 05 قشنگه. این یه ذره پوست بیازی تره، تیره تره انگار. سفید 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 خیلی رنگا مهمم. به فرنچی بزنم. خب بچه خیلی بکنم این طول میکشه. اینجوری در حقیقت اینجوری. خب رنگای دیگه شم. خب بچه مثل اینکه باید رنگ بخرم، این مثلا خیلی کافی نیست برام. بازم باید باش بگیرم. اینجوری به اضافه اینا. آها اینم یه دونه تاپ مات داره، خب که من خیلی فنش نیستم واقعا. یه دونه بیس داره و یه دونه تاپ کوت که تاپ کوتش هم به نظر من خیلی کوچیکه و من فکر میکنم که تاپ کوتش بزرگتر باشه، چون توی عکس این ستا رو گنده تر نشون داده بود. ولی خب حالا اب نداره، من دوباره در هر صورت که باید تاپ و بیس خرید، من باز اونا رو جدا میکنم. همین فکر کنم که باید البته واقعا باید تاپ و بیس رو به نظر من جدا خرید. آقا ما سال پرایمر نداره؟ من یادم پرایمر هم میزدم برای ناخونم. خب حالا من چون خیلی ذوق دارم این سری بدون پرایمر درست میکنم همین با همینا تا ببینم که یعنی پرایمر یعنی یه باز پرایمر و تاپ و بیس رو جدا سفارش بدم که بیاد، چون اینا خیلی به نظرم حجمشون کمی ذره است. حالا برای لاک اوکی، ولی برای یعنی برای ژل لاک هم لاک یا هرچی اوکیه، ولی برای مثلا یه چیزی که تو همش باید 10 تا 20 تا ناخون باید بزنی، به نظر من این یه باره. حالا دیگه نمیدونم، ببینیم چی میشه.